بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدید برنامه گناهان کبیره، با کبیره دیگر، با گناه بزرگ دیگری خدمت شما عزیزان هستم تا این گناه بزرگ را بشناسیم و خود را از این گناه ها دور نگه داریم. البته این گناهی که در موردش صحبت میکنیم سحر و جادو است و سحر و جادو نه تنها از گناهان کبیره است بلکه از بزرگترین های گناهان کبیره است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همان حدیثی که 7 گناه بزرگ را ذکر میکنند در آنجا سحر و جادو را نیز یاد میکنند. الله متعال در قرآن کریم نیز سحر و جادو، تعلیم سحر و جادو را کفر میخواند، یعنی انسان را به درجه کفر نیز این گناه خطرناک میرساند. الله متعال میفرماید که ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اما این شیطان ها بودند که کفر ورزیدن. کفرشان چه بود؟ یکی از کفرهایی که آنها انجام دادند یعلمون الناس السحر، آنها به مردم سحر و جادو را آموزش میدادند و تعلیم میدادند. سحر و جادو چیست؟ سحر در لغت البته به معنای یک چیز را از وضعیت اصلیش تغییر دادن، به یک چیز چهره جدیدی دادن، شکل او را تغییر دادن، تغییری در چیزی آوردن را سحر میگویند. اما در اصطلاح سحر چیست؟ سحر عبارت از خواندن است، دم می باشه یا گره زدن ها می باشه یا طلسم و غیره نوشتن ها می باشه یا به شکل تمار و تعویض نوشته می شود و تأثیری داره اینها در بدن ها و همچنان در دل ها. پس از تعریف دانسته می شود که سحر و جادو تأثیر محسوس داره، یعنی تأثیری داره که دیده می شود تأثیرش. مثلا کسی را دیوانه می سازه، کسی را مریض می کنه، کسی را می کشه، کسی را از کسی متنفر می سازه، یعنی دشمنی را ایجاد می کنه، در جای محبت را ایجاد می کنه. پس سحر و جادو البته حقیقتی است و تأثیرش هم حقیقی است و بعضی وقت دیده می شود و بعضی وقت تأثیرش معنوی می باشد، تأثیرش روی دل می باشد که در ظاهر دیده نمی شود. البته طبق عقیده اهل سنت و الجماعت سحر حقیقت داره. حقیقت به این معنی یعنی یک چیز موجود هست، تأثیرش موجود هست. البته معتزله بر این قائل هستند که سحر حقیقت نداره، فقط توهم و خیال است. نه خیر، البته طبق عقیده اهل سنت و الجماعت سحر حقیقت داره. حقیقتش هم است که تأثیر داره، تأثیرش هم دیده می شود و دیده شده است. تجربه البته ثابت کرده است که سحر تأثیری داره، تأثیرش هم دیده شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جادو شده بودند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها را نیز یک کنیزکش جادو کرده بود و تأثیر این جادو بالای آنها نیز دیده شده بود و غیره. کسایی که جادو شدند و یا جادو شده ها را اگر دیده باشند میفهمند که تنها تخیل نیست بلکه واقعا دیده شده از کسانی را مریض کرده و کسانی را هم از بین برده و کشته است. پس این سحر و جادو به خاطری که ضررهای خیلی زیاده داره، شریعت اسلامی ای را از گناهان کبیره و حتی به درجه کفر هم بعضی وقت جادوگر را میرساند. جادو را از جمله گناهان کبیره میشمارد. بدون شک وقتی که شریعت اسلامی، الله و پیامبر بیایند یک چیز را از بزرگترین گناهان کبیره برای ما معرفی کنند، بدون شک او چیزی عادی نیست.
خطرات خیلی بزرگ داره، اضرار خیلی بزرگ داره، جامعه ها را از بین میبره، خانواده ها را از بین میبره، اشخاص را از بین میبره. این گناهان کبیری که ما یکی یکی میشماریم، هر کدام اینها تباهکاری های خیلی واضح، خیلی زیاده داره. به همین خاطر شریعت اسلامی، الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را در زمره گناهان بزرگ و گناهان کبیره میشمارند. البته جادو یا سحر انواع و اقسام مختلف داره. یک قسمی از این، قسم اولی از این همون جادویی است که با استعانت از ستارگان و سیارگان انجام می شود. البته این جادویی بود که اهل بابل به این مبتلا بودند و چنین جادویی را می کردند و حضرت ابراهیم نیز به سوی همین قوم فرستاده شده بود و با این کفر آنها مبارزه می کرد که این جادویی که توسط ستارگان و سیارگان شود بدون شک صاحبش را به کفر میرساند، چون همان گونه که مسلمان ها استعانت از الله میطلبند، از الله کمک میطلبند، این نوع جادوگران از ستاره ها، از حرکت ستاره ها و از مطلع و مغرب ستاره ها، از جای طلوع شدن و از جای غروب شدنشان استعانت میگیرند و کمک میطلبند. این نوع سحر البته صاحبش را به درجه کفر میرساند که سحر اول یا نوع اول سحر است که با استعانت از ستاره ها انجام می شود. البته او اشکال مختلفی داره که خود جادوگرها می دانند. نوع دوم جادو جادویی است که با همکاری شیطان ها صورت می گیره، با همکاری جن های کافر و با همکاری جن ها صورت می گیره. بدون شک تواصل یا تماس میان انسان و جن ها گرچه نادر هست اما ممکن هست. در گذشته هم فعلا هم شده که تماس و تواصلی میان انسان ها و جن ها گفتگوی شده، گفت و شنید شده در بعضی جاها. یعنی این تماس و تواصلی که میان جن و انسان می شود غیر ممکن نیست، ممکن چیزی ممکنی هست. در زمانهای گذشته هم رخ داده، تا امروز هم انسان هایی هست که با جن در تماس هستند، با شیطان ها ارتباط می گیرند. نوع دوم جادو با همکاری همین جن ها و شیطان ها صورت می گیره. البته این شیطان ها تو به مفتی آمده کسی را کمک نمی کنه که بیاید همراه یک جادوگر دوست شوه و رفیق شوه و هر چی را که جادوگر بخواه و انجام بده. اینطور نمیشه. البته اولا باید جادوگر شرایطی را که شیطان برش میگذاره اونها را یکی یکی پوره بکنه، تمام معتقدات را پشت سر بزنه، به تمام مقدسات توهین بکنه. خلاصه وقتی که از دینش بیرون شد و جادوگر وقتی که کافر شد، باز شیطان هم همراه از دوست میشه و بعضی کارهای را انجام میده. این نوع دوم جادو است. نوع سوم جادو البته او را بعضی ها چشم بندی میگن و بعضی ها شعبده بازی میگن. در حقیقت او کمک از جن و از ستاره و غیره نمیگیره، فقط حرکات خودی هم جادوگر می باشه که با بسیار عجله، با یک هوشیاری خاص چشم بندی میکنه و حقیقت ها را برعکس بر ما نشان میده. مثلا در یک دستش چیزی را پنهان میکنه، بند میکنه، باز میکنه، میبینیم چیزی نیست. البته اینجا از بعض مهارت های شیطانی خود استفاده میکنه. البته کار خودش هست که ما چشم بندی هم گفته میشه، اما این هم جادو هست و از جمله گناه های کبیره هست. و گفته می شود که جادوگرایی که در زمان حضرت موسی اما رسمان و چیزهایشان را که انداختن و برای حضرت موسی مثل مار جور شدن، مارهای بزرگ جور شدن، گفته می شود که او هم در حقیقت از همین نوع جادو بوده که او را شعبده بازی و غیره گفته می شود. و نوع چهارم
جادو البته جادویی است که با گره زدن ها می شود، با پوف و شوف می شود. ایره هم البته در سوره فلق وقتی که ما میخوانیم ما من شر النفاثات فی العقد به خداوند پناه میبریم از شر و بدی آن زنان جادوگری که در گره ها پوف میکنن. یک چیز را میگیرن، گره میزنن، میخوانن و پوف میکنن، میخوانن و پوف میکنن و اینطور کسی را جادو میکنن. این هم از انواع جادو هست. پس جادو به خاطر که ضررهای خیلی زیاده داره، به این خاطر نه تنها از گناهان کبیره بلکه از بزرگترین گناهان کبیره در شریعت اسلامی شناخته شده است و حتی صاحبش را، جادوگر را، البته به درجه کفر میرساند. از جمله آثار منفی و تأثیر زشت جادو اولش همیست که انسان را به کفر میرسانه، کفر به الله متعال، و همچنان جدایی بین زن و شوهر. جادوها جدایی را وارد میکنه و همچنان ضررهای زیادی را مادی و معنوی البته بر بالای بندگان الله متعال میارد که الله متعال در سوره بقره میفرماید که و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. هاروت و ماروت مردم را جادو تعلیم نمیدادند، جادو یاد نمیدادند، مگر اینکه میگفتند که ما از سوی الله متعال به خاطر آزمایش هستیم، پس تو انسان این جادو را یاد نگیر که کافر میشی و آموختن این جادو کفر است. اما آن مردم متوجه این نشدند که مورد آزمایش الهی قرار گرفتن. از آن دو، از هاروت و ماروت، جادو را آموختن. از این هاروت و ماروت جادو را یاد گرفتن و توسط این جادو جدایی می آوردن میان زن و شوهر. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. البته این جادوگرها و سایر جادوگرها هیچ وقت به کسی ضرر رسانده نمیتونن مگر به اجازه الله متعال. ما وقتی که میگیم جادوگر به کسی ضرر میرسانه، مریض میکنه، هلاک میکنه، این به اجازه الله متعال صورت میگیره. البته تأثیر ای جادو با اجازه الله متعال هست که الله اجازه کونی میته و این تأثیر منفی جادو تبارز میکنه و به کسی ضررش میرسه. و از جمله ضررها و آثار جادو، این مردمان از هاروت و ماروت جادو یاد میگرفتن، جادویی که بر اینها ضررهای زیادی را به بار می آورد. بزرگترین ضرری که به بار میاره خب همین انسان را به کفر میرسانه، از دین دور میکنه. واقعا این بزرگترین ضرر است. و ضرر دیگه که خانواده ها را ویران میکنند، یکی میان زن و شوهر، میان پسر و پدر، میان دختر و مادر، میان خواهر و برادر، میان خویشاوندان، میان همسایه ها، توسط جادو البته بغض و کینه و دشمنی ایجاد می شود که این از ضررهای جادو و یا از ازرار سحر و جادو می باشه. از جمله ضررهای دیگرش سحر مرض هست که بعضی انسانها را مریض میکنه. از حضرت عایشه رضی الله عنها، در مورد حضرت عایشه رضی الله عنها میاد که کنیزک داشت، با کنیزکش گفت که بعد از وفات من تو آزاد هستی. بعد از این حضرت عایشه رضی الله عنها مریض شدن. وقتی که پیش یک سندی، کسی که از اهل سند بود، طبیبی بود شاید، از او در مورد این تکلیفی که به ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها پیش آمد پرسان شد. او گفت که ای مادر مؤمنان، تو را جادو شده است. گفت چطور جادو شده است؟ گفت تو را زنی جادو کرده است که در دامان او طفلی بول کرده و پیشاب کرده. حضرت عایشه رضی الله عنها فوراً کسی را فرستاد که برو کنیز من فلان جای است بگو بیاید. وقتی که رفت پشت کنیز که کنیز را صدا بزنن، رفتن دیدن که کنیز گفت که سیده عایشه رضی الله عنها تو را صدا میزنه. این کنیز گفت که صبر کنید، من پیشاب این
طفل را بشویم میایم. وقتی که آمد نزد عایشه رضی الله عنها با پیشگویی که او سندی کرده بود که حضرت عایشه رضی الله عنها جادو شده و جادو را هم کسی کرده، نشانیش همین است که در دامن او طفلی پیشاب کرده. حضرت عایشه رضی الله عنها پرسید که چرا چنین کردی؟ گفت به خاطر که آزاد شوم، یعنی شما گفتین که بعد از وفات من تو آزاد هستی، من هم دیگه انتظار نکشیدم، خواستم با این جادو شما را از بین ببرم و آزاد شوم. و ضرر دیگری از اضرار این جادو البته سحر محبت هست. به این معنا کسی را جادو میکنن که او عاشق کسی شود، کسی را دوست داشته باشه. البته این عشقی که از جادو، محبتی که از جادو تبارز میکنه، این عشق معمولی یا محبت معمولی نیست. این به حدی است که انسان را به دیوانگی میرسانه و انسان را اصلا از انسانیت میکشه و هم شخصیت انسان را از بین میبره. حتی بعضی وقت بعضی جادوهایی را دیده شده که انسان را علیاذ بالله به فحشا میکشانند، یعنی کسی را جادو میکنن تا او را به زنا مبتلا بکنند. در مورد یک جوان در روضة المحبین حکایت را ابن قیم رحمه الله ذکر میکنه که یک جوان زیباروی خدا ترس متقی بوده. یک خانم سری از این عاشق میشه، خانم شوهر داره، البته میخواد که با این جوان متقی و پرهیزگار زنا بکنه. چند بار به این پیشکش میکنه و این جوان هر بار اعوذ بالله گفته فرار میکنه. وقتی که خانم میبینه به هیچ حالت این جوان راضی نیست که با او این کار بد را انجام بده، میره و نزد یک خانم جادوگری جادو میکنه این جوان را که توسط جادوش باید به سوی خود بکشانه. یک شب از شبها این جوان با پدرش در خانه نشسته است، همینطور احساس میکنه که نفسش ایره به سوی هموزن و به سوی حرام میکشانه، دعوت میده. به پدرش میگه که ای پدر، مرا بگه که حالتم خراب شده روان است. میگه چی شده فرزندم؟ برش قصه میکنه که همینطور خانم چند بار آمد نزد من، همینطور پیشکش داشت، اما من از ترس خدا انکار کردم، او را رد کردم، اما فعلا من احساس میکنم که نفسم مرا به سوی او میکشانه. پدرش را محکم میگیره، میگه پدر با این نمیشه، مرا با زنجیر ببند تا که از این چیز نجات پیدا بکنم و نفسم مرا به سوی او نکشانه. پدرش این را با زنجیرها، با رسمان البته دست و پای این فرزند را میبندند و تأثیر جادو البته بالای از این به حد زیاد میشود که این جوان در همین حالت بسته وفات میکنه و از بینیش البته خون جاری میشود. توسط این جادو این جوان از بین میره. پس جادو انسان را به حد مرگ هم میرسانه. البته برای علاج شریعت اسلامی وقتی که جادو را میگه که تأثیر داره، برای علاج هم راههایی را شریعت اسلامی برای ما بیان میکنه. علاج جادو چیست؟ یک کسی که مبتلا به جادو شده باشه یا کسی او را جادو کرده باشه، بدون شک جادو کردگی مرتکب گناه کبیره هست که حتی به درجه کفر میرسه و حد جادوگر را علما البته میگویند که باید کشته شود جادوگر. در بعضی کشورهایی که حدود اسلامی نافذ می شود تا امروز البته جادوگرها کشته می شوند و حد بر آنها جاری می شود. از جمله راههای نجات از جادو، کسی که جادو شده، حل چی است؟ علاج چی است؟ یکی از راه حل ها این است که جایی که جادو شده، مثلا اگر چیزی گره زده شده در جای دفن شده، او پیدا شوه و او باز کرده شوه. کسایی که جادو شدن البته میفهمن و کسایی که جادو شده ها را دیده باشن میفهمن که بعضی وقت گره های میزنن با یک چیزی یا یک مرغ را یا یک رسمان را، یک تکه را با اشکال مختلف با سوزن و غیره گره میزنن و کارهای زیادی میکنن، در جای دفن میکنن یا غایب میکنن. اگر همو پیدا شوه و او باز کرده شوه، کسی که جادو شده خوب میشه، نجات پیدا میکنه. قسمی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز این چنین شد و جادویی را این گونه جایش را پیدا کردند و او را باز کردند و جادو از بین رفت. راه حل دوم، علاج دوم رقیه شرعی است.
با خواندن آیات و دعاهای معصوره. قسمی که حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را حضرت جبرئیل آمد با معوذتین دم کرد. معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس را خواندن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا اینکه جادویی که شده بود، لبید فکر میکنم جادو کرده بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را، از این جادو نجات پیدا کردن. و همچنان بر علاوه معوذتین آیت الکرسی، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد و غیره آیاتی که در مورد ابطال سحر در قرآن هست، این آیات ها را هم اگر یک انسان متقی خدا ترس بخونه، با خواندن این آیات و ادعی معصوره نیست جادو از بین میره و علاج میشوه. و همچنان از جمله علاج های جادو استعمال دواهایی است که برای جادو، برای از بین بردن جادو مفید است. مثل در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که هر صبح 7 دانه خرمای عجوه، یکی از انواع خرمایی است که در مدینه منوره پیدا میشن، هر کسی که در هنگام صبح 7 خرمای عجوه را در صبحگاه بخورد، در آن روز نه زهری بر او اثر میکنه و نه هم جادویی. و همچنان از جمله علاج جادو حجامت یا خون گرفتن هست. و همچنان از جمله علاج جادو برگ های درخت سدر هست که این نیز برای از بین بردن جادو برگ های درخت سدر مفید هست و کسایی که در این راستا کار میکنن آنها میفهمن که از برگ های سدر نیز به خاطر علاج و معالجه جادو شده ها استفاده می شود. الله متعال آنها را شفای کامل و عاجل نصیب بکنه و کسایی که می روند یک مسلمان را جادو می کنند یقینا مرتکب گناه بزرگ شدند. خداوند آنها را هدایت و توفیق نصیب بکنه که از این عمل دست بردارن و همین ما شما را از شر جادو و جادوگران نجات بدهد و حفظ بکند. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددکارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.